خب این داستانی که قراره من تعریف کنم برای 2 سال پیشه. اولای سال قبل بود که خسته شده بودم از فیلم، فکت، تئوری، داستان، هر چیز دیگه‌ای که ترسناک بود. از اونجایی هم که دیگه هیچ درسی نداشتم، پس از روی خریتم گشتم یه متن عربی رو خوندم که یک پیرزن احضار میشه کنارش و تو اگه بدنت یهو سرد بشه و پوستت مثل گچ سفید بشه، یعنی اون احضار شده. و من احمق داشتم کلا همینجوری میخوندم که وسطای توضیحاتش چند تا نوشته عربی بود و بدنم واقعا یخ کرد. پوستم هم سفید شده بود. جوری که به دستام نگاه میکردم خودم متوجه شده بودم. حالا اصلا اون پیرزنی که احضار میشه چیکار میکنه؟ توی توضیحاتش نوشته بود که وقتی احضار بشه شب توی خواب سنگین فرو میری و گردنت کاملا کبود میشه، چون اون خونه تو رو میخوره. چیزی هم نبود که بگیم مزخرفه. من همونجا که بدنم یخ کرد رفتم ببینم راسته یا نه. خیلی عکس داده بودن از گردنشون که بد جوری کبود شده بود. منم چون نمیخواستم همچین اتفاقی بیفته شبش قرآن بالا سرم گذاشته بودم. بعد از اون روز هیچی نشد تا اینکه خریتم دوباره گل کرد. به خودم گفتم بیخیال، چیزی نمیشه. وقتی با همین انصاری بلوی سرم نیومد، حالا یکی هم بهم نبود که بگه خب اسکل، چون از ترس بالا سرت قرآن گذاشتی هیچی نشده. در کل اون رنگ تومینو واسم مسخره به نظر میومد، چون خیلی گوش شده بودنش و هیچ اتفاق خاصی نیفتاده بود. خلاصه آهنگ رو گذاشتم تو اتاقم. اول سردرد و سرگیجه داشتم. یه طور شد که تا 3 دقیقه حالم بد شد و بعدش خوب شدم. بازم مسخره بود واسه رفیقم معصا هم تعریف کردم. اونم چون کلا بیکار بود گفت بیا با هم دیگه گوشش بریم. با هم به مسخره گرفته بودیمش و همه چی یه جور بیخود شده بود واسم. بالاتر از خونهشون یه جنگل بود. گفتیم واسه جف دادن بریم اونجا. تو ساعتهای نوینا رفیقای دیگه‌مونم خواستن بیان که پلن چیده بودیم بریم اونجا که پیش هم باشیم. خلاصه تا قبل از اینکه بیان ما رفتیم جای درخت‌ها. خیلی تاریک بودن. طبیعتا با اینکه خونه زیاد بود اون طرف، این آهنگ تومینو رو ما گذاشتیم. وسط آهنگ بود که یه چیز قد بلند و سفید زرد مانند، منظورم تون 2 تا رنگ قاطی بود ولی بیشتر سفید بود. خیلی سریع جلومون رد شد و جالب اینجاست دوتامون دیدیمش. بدو داشتیم میرفتیم سمت خونه. منم نمیدونستم آهنگ رو قطع کنم یا فرار کنم، ولی بالاخره قطع کردمش. بعد از اون اتفاق هیچ وقت نخواستیم با همون بیاد فیلم ترسناک ببینه، چه برسه بقیه چیزا. اینا اول شروع بگاهی های منه که شوخی جدی شد. با اینکه مثل چی ترسیده بودم، اما خب ترسم ریخته بود. با 2 تا دیگه از دوستام که پایه بودن گفتیم بیان احضار روح بکنیم، حال میده. منم از خدا خواسته رفتیم با رفیقم الناز دنبال احضار روح گشتیم. یکی گفت اول باید سوره جن رو برعکس میخوندید. منم گفتم خب اوکی، من اول میخونم و از اونجایی که چیزم میخواره خلاصه سوره جن رو برعکس خوندم و رفتم دوباره. خودکار دستم بود و برداشتم و سوال ازش میپرسیدم. پشت خونه اینا هم قبرستون بود دیگه. نمیدونم روی کدوم بنده خدای نصیب ما شد. اولش دوباره یه سوالو پرسیدم، جواب نداد، ولی بار سوم نه چهارم انگار انرژیم یهو تخلیه شد. اینطوری بودم که انگار فشارم افتاده بود و دستم که خودکار بود بی‌حس بود. رفیقم الناس گفت بذار من از دوباره امتحان کنم. اونم برعکس خوندشو، ولی واسه اون واقعا شد. اینطوری معلوم میشد که احضار شده بود. دستم روی کاغذ تکون میخوره و این چیز شوخی برانگیزی نبود. منتها بستگی به کسایی داره که احضار میکنن و خیلی این چیزا بگاهی داره. دست الناس تکون میخورد. وقتی سوال پرسید آیا تو اینجایی، یه چیزای نامفهومی انگشتاش تکون میخورد. خطی میشد ولی تا حدی نبود. خیلی واضح بود جز یه کلمش که اونم این بود. آخرش پرسیدیم آیا میخوای مراسمو تموم کنی و بری، که گفت نه، به جون ناموسم الکی نیست. اصلا این چیزا هیچ چیشو نباید به شوخی گرفت. منم همش همینطوری بودم که فوش میدادم و همه چیو مثل جوک میگرفتم. میگفتم داداش اگه کنار ما یه چیزو تکون بده. یهو دیدیم الناس زول زده به شم و اصلا هیچ حرکت نمیکنه. بدنش سرد شده بود، رنگش پریده بود، دستاش خودکار بود، دیدم داشت میلرزید. همینطوری زر میزنم که یهو الناس گفت میگه دهنتو ببند. عصبانیش کردی. به مامانم چیزی نگفتم
اون شب که نترسه، ولی هر اتفاقی که میافتاد واسه من دقیقاً بعد از این بود که راجبش با کسی حرف می‌زدم. اینطوری واکنششون میداد. نمیدونستم که چون موجودیه، ولی فهمیدم تمام اون چیزایی که شوخی میگرفتم سرم اومد. ادامه این داستان رو براتون توی ویدیو بعدی میذارم، پس لطفاً سابسکرایب کنید تا از دستش ندید.